سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه شما دنبال یادگیری بیشتر استفاده از چت‌بات های LLM یا هم به طور عامیانه چت‌بات های هوش مصنوعی هستید، دوست دارید این چت‌بات ها رو روی سیستم شخصیتون به صورت آفلاین استفاده بکنید، از سایز مدل هاش سر در نمیارید، منبع دانلود نمیدونید کمی سازی چیه و غیره، با آموزش من همراه باشید و آموزش های بعدی امیدوارم بتونم بهتون توضیح بدم و بتونید استفاده کنید. فهرست مطالبی که قرار امروز در موردشون صحبت کنیم: انواع چت‌بات های هوش مصنوعی، بهترین منبع برای دانلود مدل، سایز مدل ها، فرمت مدل ها، کمی سازی و سیستم مورد نیاز برای اجرای مدل ها. انواع چت‌بات های هوش مصنوعی آنلاین و آفلاین یا همون لوکال هستن که آنلاین ها مثلا فکر کنید یه کمپانی بزرگی مثل اوپن ای آی میاد مدل هوش مصنوعیش رو روی یه سروری اجرا میکنه و در دسترس کاربرا میذاره و استفاده میکنه. حالا انواع مختلفش هستش که چت جی پی تی که اکثرا باهاش آشنایی دارید، قولش هستش. برای استفاده از چت جی پی تی شما کافیه وارد سایت chat.openai.com بشید. بعد حالا نکته‌ای که هستش، قدیما این سایت ثبت نام کردنش نیاز به شماره یک کشور دیگه داشت، چون ایران تحریمه، مثلا باید شماره مجازی می‌خرید. الان خیلی راحت با حساب مایکروسافت، گوگل یا اپل یا حتی ایمیل خودتون میتونید ثبت نام کنید. حالا ما ساین اپ رو میزنیم. خب اینجا میگم دست خودتونه، میتونید با این حساباتون وارد شید. حالا ما یه ایمیل میزنیم، یه پسورد 12 رقمی باید بذاریم. خب اینجا چی میگه؟ میگه ایمیل رو وریفای کنی. یه دونه لینک به ایمیل شما میفرسته که شما باید برید رو اون لینک کلیک کنید، به صورت اتوماتیک اون لینک رو وا کنید، حسابتون وریفای میشه. خب حالا که لینک وریفای شدن رو شما واز کردید، اینجا می نویسه که مثلا نام خانوادگی و تاریخ تولد خودتون رو بنویسید. حالا هرچی شما میتونید بنویسید. اینجا نام خانوادگی بنویسید، نمیدونم تاریخ تولد بنویسید، فرقی نداره. بهتره که حالا مشخصات واقعیتون رو بنویسید. اگری رو میزنید اینجا. خب اینجا الان ما وارد اکانتمون شدیم. همونطور که میبینید اینجا میتونیم پرامپتی که میخوایم رو بنویسیم، جواب بده. مثلا من میخوام بنویسم یه داستان به من بگو. همونطور که میبینید داره یه داستان مینویسه. حالا اصلا محدودیت ندارید، فارسی هم پشتیبانی میکنه، شما میتونید فارسی بنویسید. بارد گوگل هستش. شما کافیه یه دونه جیمیل وارد این سایت کنید، وارد سایت bard.google.com بشید، یه جیمیل وارد کنید، خیلی راحت. ساینین رو میزنید، با حساب جیمیلتون وارد میشید. خب الان ما وارد شدیم. فقط نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که برای استفاده از این سایت هم شما باید یه دونه VPN با کیفیت با IP خوب داشته باشید. همینطور که میبینید IP منو زده آلمان، با IP ایران مشکل داره. مثل سایت قبلی دیگه، پرامپتتون رو وارد میکنید.
هم جوابتون رو میده. با کلود. خب وبسایت بعدی وبسایت کلود هست که شما یه آی پی خوب یا همون وی پی ان خوب نیاز دارید براش. اینم با آی پی ایران مشکل داره. قدم بعدی که برای استفاده از این سایت برمیدارید اینه که ایمیلتون رو وارد این سایت میکنید، کانتینیو رو میزنید، بعد مثل بقیه سایت ها یه دونه کد براتون میفرسته، این کد رو وارد اینجا میکنید و کانتینیو ویت لاگین کد رو میزنید. خب این هم مثل ما بقیه وبسایت ها، شما کافیه پرامپتتون رو وارد این بخش کنید. حالا میتونید یه فایل پی دی اف یا تکستی هم که مثلا مد نظر دارید از اطلاعاتش داخل پرامپتتون استفاده کنید و اینجا اتچ کنید. استارت چت رو میزنید، مثلا بگم دوباره یه داستان بنویسه. همینطور که میبینید شروع کرد نوشتن. انواع مختلف وجود داره، شما اصلا سرچ کنید تو اینترنت به انگلیسی انواعشو میاره. ولی بخش آفلاین رو بخوام بهتون توضیح بدم، برای اجرای مدل ها نیاز به یه سری برنامه داریم ما. حالا برنامه های نسبتاً خوب و من اینجا براتون لیست کردم. اولیش LM استودیو هستش که پیشنهادی من. این برنامه بسیار یوزر اینترفیس جذابی داره، کاربردهای ساده است و حالا در استفاده های پیشرفته تر خوبیش اینه مدل هایی که اجرا میکنی و API میده برای مثلا استفاده تو پروژه یا چیزی که شما دارید. API میگیرید ازش و استفاده میکنید. فارادی هستش که قدرتش تو رول پلی هستش بیشتر. GPT-4 All هستش و تکست جنریشن وب یو آی. و حالا برنامه‌های بسیار زیادی هستش شما اگه سرچ کنید. حالا من یه سریشو گلچین کردم اینجا آوردم. بهترین منبع برای دانلود مدل، حدس بزنید اگه شما خوره این مبحث هوش مصنوعی باشید اسمش به گوشتون خورده. وبسایت هاگینگ فیس هستش که این وبسایت انواع مدل های اوپن هوش مصنوعی رو شما پیدا میکنید. سایز مدل ها هستش که شاید شما وقتی رفتید مثلا یه مدلی دانلود کنید به گوشتون خورده 7B 13B نمیدونم 70B. حالا اینا چی هستش؟ این اندازه ها به تعداد پارامترهای مدل اشاره داره. مثلا 7B 7 میلیارد پارامتر داره، نمیدونم 33B 33 میلیارد پارامتر داره و غیره. حالا هرچه تعداد پارامترها بیشتر باشه دقت چت بات بالاتره. چرا؟ چون با دیتای بیشتری تمرین داده شده. حالا من این پایین براتون مدل ها رو بر اساس دقتشون لیست کردم که همجور که میبینید 70B بیشترین دقت رو داره، 7B کمترین. حالا یه استثناءاتی وجود داره که مثلا شما فکر کنید همونطور که گفتم هر چقدر دیتا بیشتر باشه دقتش، دیتا یعنی بهتر و با کیفیت تر باشه، مدل هوش مصنوعی که باش آموزش میبینه بهتر میشه. حالا این استثناءاتی که میگم مثلا یه سری مدل ها هستن میبینید شما 7B یا 13B هستن، ولی چون دیتایی که باش آموزش دیدن کیفیت بسیار بالایی داره یا مثلا برابری میکنه با مدل های بالاتر یا شاید قوی تر از مدل های بالاتر باشه. این هم استثناش. فرمت مدل ها
حالا من این آموزش خیلی تخصصی نیست، یه اصول ساده رو میخوام بهتون توضیح بدم. با یه سری فرمت ها و مدل ها اینا اصلا من کاری ندارم. این مدل GGML و GGUF رو به لطف تیم لاموسی پلاس پلاس داریم که مدل هایی که میدن مدل های چجوری بگم قابل حمل و خیلی ساده. مثلا یه فایل 10 گیگی یا حالا هر چند گیگی دارید، مدلتون کلا همونه. یعنی شما یه برنامه‌ای مثل همون LM استودیو یا هر چی شما اجرا کنید، مدل رو واردش کنید، راحت میتونید استفاده کنید ازش دیگه. لایبرری و پکیج و این چیزایی که خیلی وقتا باید نصب کنی برای استفاده از این مدل ها رو اصلا نیاز نداری. حالا چرا GGML منسوخ شده و GGUF فعاله؟ GGML رو منسوخ کردم به خاطر اینکه این فرمت GGUF رو که ارائه دادن این تیم لاموسی پلاس پلاس، یه سری ارتقاهایی دادنش که مثلا عملکردش بهبود داشته، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به قبل داشته. در نتیجه الان دیگه فرمت اکثر این مدل هایی که ما دانلود میکنیم برای استفاده ازشون تو این نرم افزارها معمولا GGUF هستش. کم میسازی برای کاهش تعداد پارامترهای مورد نیاز برای نمایش مدل و بهبود کارایی و دقت آن استفاده می شود که معمولا چند مدل زیر می بینید، مثلا Q1, Q8, Q6. تو همین سایت هاگینگ فیس یا حالا سایت دیگه اگه شما رفته باشید دانلود کنید، شاید همین به چشتون خورده باشه که مثلا این چیه، Q1 چیه، Q2 چیه، اینا چیه که مثلا گذاشته دانلود کنید. حالا اطلاعاتی که براتون نیازه، هرچی درجه کمی سازی پایین تر باشه مدل کیفیتش کمتره، هرچی بیشتر باشه مدل کیفیت بیشتری داره. شما بهتر مدل های بین Q3 تا Q6 رو دانلود کنید. حالا از من بپرسید، من خودم معمولا مدل های Q5 رو دانلود میکنم. سیستم مورد نیاز. نکته جالب اینجاست که شما بدون نیاز به GPU، البته میتونید از GPU استفاده کنید ولی بدون نیاز به GPU فقط با همین استفاده از CPUی که فناوری AVX2 داشته باشه و رم، میتونید این مدل های هوش مصنوعی رو اجرا کنید. سیستم مورد نیاز، مقدار رم مورد نیاز برای اجرای مدل ها. همونطور که میبینید مثلا مدل 7B 5 تا 8 گرم. حالا این تقریبا برای چی اینجوریه؟ اگه یادتون بیاد تو اسلاید قبل در مورد کمی سازی که بحث کردم، هرچی کمی سازی کمتر باشه مدل رم کمتری استفاده میکنه. مثلا مدل Q1 خیلی از مدل Q8 رم کمتر استفاده میکنه. حالا هر چقدر کمی سازی بیشتر باشه مدل رم بیشتری استفاده میکنه. البته اینم در نظر بگیرید یه بخشیش هم ربط داره به همین پارامترهای مدل 7B 13B، فقط کمی سازی نی، ولی جفت اینا با هم مقدار استفاده رم مدل رو تشکیل میدن. من تو این قسمت سعی کردم لارج لنگویج مدل هایی مثل چت جی پی تی و بارد و کلاود رو بهتون نشون بدم، چون خب ساده تر بود، تنظیمات خاصی نداشت. نمیخوام سایز ویدیو زیاد شه، حجم ویدیو زیاد شه. حالا تو قسمت های آینده در مورد مدل های لوکال قرار بحث کنم. آموزش ما تقریبا اینجا تموم شد. سعی کردم یه پایه‌ای بسازم برای ویدیوهای آینده، یه رفرنسی باشه. تمام تلاشمو میکنم این ویدیوها رو ساده نگه دارم که افراد بیشتری بتونن استفاده کنن. امیدوارم که لذت برده باشید، مفید بوده باشه این آموزش براتون. ممنونم.